بچه‌ها حالتون چطوره؟ امیر چالش هستم و توی ویدیوی امروز هیچ موضوعی برای سرگرمی و مثلا فلان دور از تمام ویدیویی هم نداریم که مثلا بخوایم مهم باشه و هیچ مهم که هست. خب ولی میخوایم امروز یه چیزی بهتون بگم. شاید فکر کنیم که خب داری چی میخواد بگید. الان میخوام بهتون بگم. بچه ببینید، من تو این چنل خب که دارم این ویدیو آپلود میکنم چند وقتی که ویدیو نذاشتم. خب یعنی من هر وقت میومدم ویدیو آپلود کنم، ببین من به شدت ویدیو زیاد داشتم تو، حالا یعنی ویدیو زیاد گرفته بودم برای این چنل، ولی تا میومدم مثلا میخواستم آپلودش کنم سری میزد که یا اخطار میداد یا نمیدونم اصلا آپلود نمیشد به دلیل اینترنت و وضعیت و اینا. و بچه‌ها شاید فکر کنین که خب من دیگه نمیخوام اون چنل تو این چنل فعالیت کنم، ولی نه، صد در اشتباهی. ولی این چنل کلا چالشیه. خب این چنلی که این ویدیو داره توش آپلود میشه کلا چنل چالشیه، یعنی چالش و مثلا چیزای سرگرمی کننده است. خب ولی این چنلی که الان من میخوام بزنم، یعنی الان میخوام بهتون نشونش بدم، این چنلی که الان من میخوام بزنم، بخشی یه چند بار ویدیو قطع شد، چنل میخوام در مورد بازی های گیم، یعنی مثلا گیم بزنیم، مثلا ماینکرافت، حالا فعلا تو سبک ماینکرافت کلا ویدیوهای گیم و بازی و این چیزا بزنیم. آره اون تو اون چنل. این چنل هم میمونه برای ویدیوهای چالشی. حالا مثلا این ویدیوی چالشی من بیشتر تو این چنلی که میخوام بزنم بیشتر تو اون چنل فعالیت میکنم. خب اینجا فعالیت میکنم ولی اینجا یه خورده کمتر. آره چون ویدیوهای گیم به نظر من خیلی مثلا سریعتر میشه انجامشون داد، بعد مثلا مدت زمان کمتری هم میگیره برای آپلودش و آره دیگه کلا سختیاش کمتره. ولی اینجا هم فعالیت میکنم ولی اونجا بیشتر فعالیت میکنم. حالا بچه‌ها من هر موقع اون چنل رو زدم خب حتما بهتون خبر میدم. آره دیگه تقریبا بچه‌ها ویدیوهاش هم تمام آماده است، یعنی تقریبا من ویدیوهاشو قبل از اینکه به این چنل رو بخوام بزنم، یه چنل گیم بخوام بزنم، کلی ویدیو گرفتم از سبک ماینکرافت و یه ماینکرافت، فعلا سبک ماینکرافته. خب یعنی کلا بازی ماینکرافت. آره تقریبا هنوز شاید 10-20 تا ویدیو آماده داشته باشم. آره یعنی پرجال دیگه هرچند میشنم و ویدیو ضبط میکنم 10-20 تا آماده کلا دارم. یعنی شما مثلا میبینین که من زیاد ویدیو نمیذارم، من واقعا دوست دارم ویدیو هم دارم ولی نمیدونم به دلیل نمیدونم اینترنت نمیدونم فلان اصلا آپلود نمیشه یا اخطار میده یا اصلا خیلی آروم مثلا یه ویدیو 100 مگابایته تو یه ساعت 1 مگابایت میره. آره دیگه اینجوری تو یه ساعت 1 مگابایت میره و اصلا خیلی بده واقعا، یه چیز فاجعه وایه. ولی مثلا چنل گیم مثلا میتونیم زودتر حداقل ویدیو بدیم حداقل. و آره دیگه میخواستم بهتون اطلاع بدم که آره من به خاطر همین ویدیو کمتر میذارم چون اصلا آپلود نمیشه. آره میخواستم اینو بهتون اطلاع بدم. و چنل جدیدم داریم انشالله میزنیم، هنوز آماده هنوز نزدیم ولی انشالله به زودی میزنیم. انشالله تا وقتی که چنلمون آماده شه. خدا نگهدار.